جواب به سخنرانی خامنه‌ای تاریخ 4 اکتبر 2024. آقای خامنه‌ای، سخنان دیروز شما را شنیدم و تنها چیزی که دستگیرم شد آن بود که شما ملت عرب را دعوت به جنگ و خونریزی کرده اید. ملت عرب را دعوت به مداخله در امور حزب الله نموده اید. این نهایت دناعت و پستی است که شما جنگ را گسترش دهید. ولی این را هم شما نمی‌دانید که ملت عرب دوستی قدیمی و عمیقی با ملت اسرائیل دارد. شما خودتان جوانان مملکت را به قتل رساندید. تمام جوانان را به عنوان دگرفکری در زندانها انداختید. حالا دم از عدالت میزنید. صحبت از دختران و زنان گریه آور است. خاطره مهسا را به خوبی به خاطر دارید. 50 سال حکومت اسلامی چه چیزی برای ملت ایران به ارمغان آورد؟ کدام شادی و نشاط را به ملت هدیه کرد؟ فقط مشتی حدیث مهمل و مشتی مهملتر از آن علی و حسین. جریان کووید خاطرتان هست که شما مردم را به دعا دعوت کردید، ولی خودتان در خفا واکسن آمریکایی استفاده کردید. از دزدی و اختلاس حرفی نمیزنم، ولی این شرم‌آور است که تمام ثروت و مال و منال ملت را به حزب الله و حماس هدیه کردید. این است که اسرائیل وظیفه خود را به خوبی می‌داند که فلسطین و لبنان را برای پاک کردن از تروریسم زیر و زبر کند. ناخشنودی و ناخوشایندی ما از حکومت منفور جمهوری اسلامی بی‌نهایت است.